بارلی از کلاس زبان زنگ زدن گفتن همکلاسی تو زدی، فکر کردی زدن کار خوبیه؟ آخه مامان یامان تنبیهت میدونی چیه؟ تنبیهت اینه میری تو اتاق، از اتاقتم تا من نگفتم بیرون نمیاد. باشه احنام میری تو اتاق حالشو میگیری یا اصلا آسون براش نگیری. یعنی چی دعوا کردن؟ الان تربیتش میکنم. سالی چه وضعیه این؟ برای چی تو مدرسه دعوا کردی؟ مگه اینجا چاله میدونه؟ آفرین درستش هم همینه. حال نداره. خوب کاری کردی، حق دفاع کردی. باشه بابایی. تو به چه حقی بچه مردم رو زدی؟ مگه اینجا چاله میدونه؟ تو خونمون مگه ما همچین برنامه‌هایی داشتی؟ بچه رو باید ادب کرد دیگه. باری کلا بهنام حسابی کتکش زدی؟ مکشی پدرشو در آوردی؟ الحق که بچه خودم میدمت گرم. حسابی زدم ترکونده. امروز تنبیهت اینه که میمونی تو اتاق، از پارک و اینا هم هیچ خبری نیست. اصلا نگران نباش، فردا میریم پارک، دوچرخه سواری، با هم میریم بستنی هم میخوریم. منم دوست دارم. بریم. اصلا نگران نباش.